عزیز، امروز قصد داریم که در خصوص اتفاقات چند روز گذشته‌ای که بهار افشاری و شهرداری تهران رو رقم زد، اون که شهرداری تهران در خبری اعلام کرده بود که 20 بیلبورد تبلیغاتی به مناسبت تولد بهار افشاری به اون هدیه میده و ماجرا هم از این قرار بودش که توی خبرها هم خیلی این قضیه اومد که البته اصل ارتباطات اینجوری تیپ زده که مجری پشت تریبون میگوید که البته آقای محمد صادق حسنی بود اتفاق رو رقم زده، آقای جوگیر، و گفته که 20 بیلبورد تبلیغاتی به مناسبت تولد بهار افشاری به او هدیه داده میشه. برآورد سرانگشتی این هدیه آقای حسنی که سر به فلک هم میکشه، دست کم 6 میلیارد تومان ناقابل دیگه از جیب من و شما میدم برای اینکه بخوان هدیه تولد بدن به یه سلبریتی. حالا داستان چی هستش؟ بعد از این اتفاق همه گفتن که قضیه چی بوده، چه اتفاقی میخواسته بیفته. اومدن گفتن که به خاطر مستند فیلم خانم بهار افشاری که برای سردار آزمون بوده خواسته این بیلبوردها رو بده که بخوان تبلیغ اون فیلم رو بکنن. بریم این تیزر رو ببینیم مثلا داستان چی بوده. تیزر مستند خانم بهار افشاری رو میبینیم. دور به سری تو داری میبینه همزمان. این مستند بود که شهرداری تهران گفته بود که 20 بیلبورد میدیم، جنجال‌های زیادی به پا شد، بعد اومدن این قضیه رو تکذیب کردن، بعد گفتن اصلا همچین فیلمی وجود نداشته. خب بریم فیلم رو ببینیم که توی این فیلم قشنگ آقای حسنی خودش اعلام میکنه. قرار شد انشالله 20 بیلبورد شهری رو ما در اختیار کجا شدید، هر جایی که جای پرت نه هر جایی که خود خانم افشاری یا وسط خیابون بیلبورد داری ندیده. یه بار دیگه گوش بدید، میگه 20 بیلبورد تبلیغ. قرار شد انشالله 20 بیلبورد شهری رو ما در اختیار کجا شدید، هر جایی که جای پرت نه هر جایی که خود خانم افشاری یا وسط خیابون بیلبورد داری ندیده. بله، بعد از این قضیه اومدن تو خبرگزاری ایسنا گفتن که تکذیب اختصاص رایگان بیلبوردهای شهری برای مستند بهار افشاری. گفتش که مدیر عامل سازمان زیباسازی با تکذیب خبری مبنی بر اینکه سایت ها گفتن برای اختصاص بیلبورد در سطح شهر برای بهار افشاری جهت تبلیغ مستند سردار آزمون، گفته که درخواستی در خصوص حمایت از این مستند از سوی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران به سازمان زیباسازی ارسال شد، اما هنوز این درخواست مورد بررسی قرار نگرفته. وات د فاز، خودتون تو فیلم دارید میگید میخوایم بدیم، بعد اینجا میگید که مورد تایید قرار نگرفته، کلا لاکچری میزنید زیرش. بعد از اینکه دیدن اوه قضیه خیلی گندش بالا میاد، توی خبرگزاری تصنیم اومدن پریدن به خانم افشاری، گفتن چیزی به اسم بیلبورد وجود نداره، تا اینکه خانم بهار افشاری دقایقی پیش گفتش که بیلبوردهای اهداری شهرداری تهران رو پس داد و مردم دچار سوء تفاهم نشن. والا ما دچار سوء تفاهم نمیشه خانم افشاری، شما و دوستان اطرافتون شهرداری اول تکذیب کردید، فیلمش اومد بیرون، بعد الان میاد میگید که به خاطر مردم پس دادیم و مردم دچار سوء تفاهم نشن، و که گفته که توی فضای مه‌آلود سیاست‌زده‌ای که این روزها بر جامعه حاکمه باعث میشه که هر رفتاری تعبیر سیاسی داشته باشه. همه دوستانی که این روزها خبر هدیه 6 میلیاردی رو به من میدن خودشون بیش از هر کسی دیگه به این موضوع واقفن که این هدیه شخصی از سوی یک نهاد به یک فرد نبوده. خب خسته نباشید دیگه، ترکوندی با این تعریف. پر واضح است نهادهای مانند شهرداری صداوسیما یکی از وظایفشون کمک به آثار فرهنگی مستقلی است که در فضای بغرنج اقتصادی این روزها سعی در ادامه حیات و بقا دارن. حالا بقیه رو من نمیدونم چرا به اونها کمک نمیکنن، فقط به شما کمک میکنن دیگه. فضای فرهنگی بقیه رو نمیبینن، فضای فرهنگی شما رو میبینن که گفته که این اولین بار نیست و صد البته آخرین بارش هم نخواهد بود که ارگان‌های نظیر شهرداری و تلویزیون امکاناتی نظیر بیلبورد و تیزرهای تبلیغاتی رو با تخفیف حداکثری یا به شکل رایگان در اختیار اعضای فرهنگ قرار بدن تا اینکه
تا از این طریق امکان حیات رو برای اونها فراهم بکنیم. ولی ما تا جایی که میدونیم، من خودم تو صدا و سیما بودم، صدا و سیما همچین مفتی به کسی چیزی رو نمیده و دیگه خدا میدونه پشت پرده چی هستش که در روزهای آینده حتما این قضیه هم بیرون خواهد اومد. مرسی که با ما بودید.